سرخط خبرهای مهم. قرب دلار در تاجیکستان یک بار پس شد. پوتین قانون نظارت مهاجران با تلفن را امضا کرد. و کشته شدن 9 کودک در غزه. اسرائیل وعده تحقیق داد. سلام و روزتان بخیر باشد. بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تماشا دارید. امروز دوشنبه 26 می. قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانی این هفته به طور نظر از پایان رفته است. روز 26 می طبق قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان $100 به 1022 سامانی برابر است. اولی هفته گذشته $100 1037 سامانی ارزش داشت. در بانک‌های تجارتی باشد قرب دلار از این هم پستر است. روز 24 می در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 از 1005 تا 1010 سامانی ارزش داشت. دوام سال اخیر قرب دلار در برابر سامانی تا این حد پست نشده بود. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یک بار پس شدن قرب دلار را شرح ندادند. ولی ارزش دلار در حالی در تاجیکستان پس می شود که اخیراً قرب دلار در برابر روبل روسی هم پایین رفت. پایین روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را به تعرفه‌های جاری کرده ماموریت دونالد ترامپ ربط می‌دهند. در آغاز ماه اپریل ماموریت دونالد ترامپ برای مال و کالای 185 کشور جهان تعرفه یا بوج گمرکی جاری کرد. قرب روبل روسی که برای مهاجران تاجیک و نزدیکان آنها مهم است، این هفته در تاجیکستان به تغییر بود. فعلا 1000 روبل روسی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان با 128 سامانی برابر است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون نظارت مهاجران توسط تلفن را امضا کرد. این قانون مهاجران را در شهر و ولایت مسکو موظف می‌کند که طریق برنامه مخصوص تلفنی در کجا بودن خود را به ساختارهای وزارت کارهای داخلی خبر دهند. رسانه‌های روسیه در این باره خبر داده نوشتند که سند روز 23 می از جانب پرزیدنت روسیه امضا شده است. لایحه قانون مذکور را روز 20 می دومای دولتی روسیه قبول کرده بود. بر اساس این سند سر از 1 سپتامبر امسال در شهر مسکو و ولایت همنام آن تجربه نو درباره مکان جایگیرشوی مهاجران جاری می شود. اگر مقامات روسیه در مدت 3 روز یا بیشتر از آن درباره در کجا بودن مهاجر معلومات نگیرند، پس این شهروند خارجی بر روی خط شخصان زیر نظارت وارد کرده می شود. وارد شدن نام شخص به این روی خط بود و باش او را در روسیه منع می کند. بجز مهاجران ترتیب نو برای همه شهروندان خارجی عمل کرده می شود که به مدت زیاده از 90 روز وارد مسکو و ولایت همنامی آن می شوند. این ترتیب در نوبت اول به مدت 4 سال و تنها در ولایت و شهر مسکو عملی می شود. در نظر است که سر از سال 2029 این مقررات در تمام روسیه جاری شود. بازی شطرنج یا شاهمات را در افغانستان منع کردند. مقامات طالبان گفتند این بازی هم نوعی از قمار و خلاف قانون‌های اخلاقی است. از زمان بازگشت به سر قدرت در سال 2021 طالبان در افغانستان پیوسته قانون و قاعده‌های سختگیرانه و محدود کننده جاری می‌کنند. منع بازی شاهمات هم یکی از چنین تصمیم هاست. بازی شطرنج یا شاهمات را در افغانستان منع کردند. مقامات طالبان گفتند این بازی هم نوعی از قمار و خلاف قانون‌های اخلاقی است. از زمان بازگشت به سر قدرت در سال 2021 طالبان در افغانستان پیوسته قانون و قاعده‌های سختگیرانه و محدود کننده جاری می‌کنند. منع بازی شاهمات هم یکی از چنین تصمیم هاست. عطل مشوانی سخنگوی اداره ورزش طالبان گفت شاهمات در شریعت اسلامی یک نوع قمار حسابیده می شود و طبق قانون امر معروف و نهی منکر که سال گذشته قبول شده بود منع است. و گفت تا زمانی برطرف شدن بررسی های دینی درباره این بازی شطرنج و یا شاهمات در افغانستان منع خواهد شد. با گفته این نماینده طالبان فدراسیون ملی شاهمات دوام تقریبا 2 سال یگان مسابقه رسمی برگزار نکرده است. سالهای اخیر در قهوه‌خانه عزیزالله گلزاده در کابل مسابقه غیر رسمی شطرنج صورت می‌گرفت. وی میگوید شطرنج قمار نیست و در اکثر کشورهای اسلامی هم بازی می‌کنند. مثل ایران، پاکستان، خیلی کشورهای اسلامی دیگر داریم بازیکن‌های در سطح بین‌الملل دارن و در تورنمنت‌های بین‌المللی اشتراک می‌کنند.
این دوستداری شطرنج میگوید به تصمیم حکومت احترام میگذارد، اما این به تجارت او ضرر میرساند و همانهایی را که از این بازی لذت میبردند ناراحت خواهد کرد. دوستایی که واقعا خب کدام فعلا برنامه یا کدام سرگرمی خاص در کل در جوانا بسیار محدود و کم است. لذا چون یک وقتی است که ندای قمار زده میشد و جوانا می آمدن یک بازی فکری و بازی چی بودن، یک جمعی که جوانا با هم داشتن یک دیگر هر روز ملاقات میکردن، خواهمخواه یا دور میشن از یک دیگر و یک شکاف بین جوانا ایجاد میشه. مقامات افغانستان سالهای اخیر چند نوع دیگری ورزش را هم منع کردند. زنان از ورزش کاملا محروم شدند. سال گذشته طالبان محاربه های آمیخته یا MMA را هم منع کرده، گفتند آن بسیار بیرحمانه و مخالف به طلبات شریعت است. ارتش اسرائیل گفت گزارش‌ها درباره کشته شدن 9 کودک در شهر خان یونیس را تحقیق می‌کنند. با گفته نمایندگان گروه حماس روز 24 می در حمله هوایی ارتش اسرائیل به جنوب نوار غزه 9 کودک کشته شده است. گروه حماس در آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. با گزارش آژانسی اویاسیون شهروندی غزه که زیر نظارت حماس کار می‌کند، کودکان کشته شده اعضایان یک عائله بودند. پدر این خانواده حمدی النجار و همسرش پزشک بودند. محمود بسال، یک نماینده آژانسی اویاسیون شهروندی غزه گفته است جسد کودکان از زیر خرابه ها پیدا شد. چند نفر آنها سوختند. پدر خانواده و یک کودک 10 سالش با زخم‌های وزنین زنده ماندند. آنها را به بیمارخانه ناصر انتقال دادند. ارتش اسرائیل حمله به خان یونیس را رسما تصدیق کرده گفت موشک از یک هواپیمای بی سرنشین به چند گمانبر در یک بنا برخورد. در این محله نیروهای اسرائیلی مستقر بودند. نظامیان اسرائیل میگویند خان یونیس منطقه جنگی خطرناک است و معلومات درباره تلفات احتمالی غیر نظامیان تفتیش کرده می شود. روز یکشنبه روسیه و اوکراین تبادل اسیران را در فرمت 1000 به 1000 به انجام رساندند. این روند 3 روز ادامه یافته. روز یکشنبه هر دو جانب 303 نفری را عوض کردند. در دو مرحله قبلی روزهای 23 و 24 می جانب‌ها 270 اسیر جنگی و 120 غیر نظامی را به همدیگر سپردند. روز شنبه تبادل اسیران حربی از روی فرمول 307 به 307 صورت گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تلگرام کانال خود نوشت ما حتما همه اسیران را برمیگردانیم. تبادل اسیران جنگی و شهروندان اسیر افتاده بین دو کشور طبق فرمول 1000 به 1000 در مذاکرات هیئت‌های اوکراین و روسیه روز 16 می در استانبول موافقه شده بود. این نخستین مذاکرات مستقیم دو کشور در 3 سال اخیر بود. در همین حال رسانه‌های روسی و اوکراینی گزارش دادند که برابر با تبادل اسیران حمله‌های گسترده روسیه به اوکراین با موشک‌های بالستیکی و پهپاد به سوی همدیگر انجام شد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 26 می خبر می‌دهد. می 26 می سال 2011 در دوشنبه نخستین جلسه سهامداران نیروگاه برق آبی راغون برگزار شد. تاجیکستان ساختمان این نیروگاه را مهمترین راه دستیابی به استقلالیت انرژتیکی مینامد. از فروش سهمیه ها 890 میلیون سامانی پول مردم جمع آوری شد و مقامات گفتند مردم به دیویدند و یا سربخش سهمیه ها تنها پس از انجام ساختمان نیروگاه می توانند امید بندند. موافق نقشه قرار است ساختمان راغون سال 2027 به انجام رسد. 26 می سال 1928 در جلسه فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال اولین بار قرار شد که در 4 سال یک بار مسابقه های جهانی فوتبال برگزار شود. تا حال این مسابقه ها مهمترین سبقت بهترین دسته های فوتبال جهان به شمار می رود. 26 می سال 2018 در دوشنبه طفل 9 میلیون نفره چشم به دنیا گشود. طفل خوشبخت نصیبه را نظیره مولاجانова اقتصاددان 28 ساله به دنیا آورد. به این عائله حکومت تحفه‌های گرانبها تقدیم کرد.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسیه برابر است به 128 سومانی، 100 یورو به 1161 سومانی و 100 دلار 1022 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، سپاس که ما را تا این لحظه همراهی کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.